در قسمت قبلی من رفتم و بیژن را از خانهشان گرفتم. با موتورسایکل از قریه های ایرخ، کامیون و پجک گذشتانده و به قریه ایوت آوردم. پس از یک وقفه به دره بالا شدیم که در اونجا روش های تحریکی پیدا کردیم و دوباره وقتی به قریه برگشتیم شام شده بود و مجبور شدیم شب را خانه عمه بیژنشان سپری کنیم. سفر ما صبح زود قبل از روشن شدن هوا آغاز شد. لوازم ضروری ما را جمع کردیم و دوباره به مسیر خود ادامه دادیم. وقتی به حوض ویغنان رسیدیم تقریبا آفتاب به نیمه های کوه پایین شده بود و وقتی به قریه ویغنان رسیدیم دیگه کاملا آفتاب تا شده بود. نمیدانم چرا ولی شکار ماهی فقط در زمانهای امکان پذیر است که آفتاب نباشد، مثلا یا صبح و یا شام. پس ما تصمیم گرفتیم از اینکه شکار صبحگاهی را از دست دادیم خودمان را برای شکار شامگاهی آماده کنیم. برای همین به مسیر خود ادامه دادیم. در مسیر راه با منظره های زیبایی روبرو شدیم، مثل زمین های کچالو که از دور پشته های کچالو بر روی زمین خطوط جالبی را به وجود آورده بود، مثل خطهای ببر. در ادامه سفر ما به یک پل رسیدیم که از روی دریا عبور میکرد و آن پل از دریا بسیار ارتفاع داشت، برای همین ترسناک بود. ما هم چند قطعه عکس یادگاری در اونجا گرفتیم. همین قسم که به سفر خود ادامه میدادیم با چیزهای عجیبی روبرو میشدیم، مثل این درخت ارچه که صاحب آن تلاش کرده که از او مکانی برای رفع خستگی هایش بسازد تا وقتی زمین هایش را آبیاری میکنه روی آن استراحت کنه. ما هم از آن استفاده کردیم. کمی بالاتر که رفتیم به قریه‌ای رسیدیم که نام آن یسبوخ بود. آنجا دوباره به یک پل مرتفع و عجیب رسیدیم که پل اسپندوک نام داشت. زیباترین جایی بود که تا اینجای سفرمان دیده بودم. برای همین دوباره از بیژن خواستم که چند عکس از ما بگیره. او هم که دیده بود عکس های ما زیبا آمده، از ما خواست تا چند عکس دیگه ما از او بگیرم. بچه یک نام چی است؟ عبید است؟ ماشاءالله. خانه تان دمیج است؟ چی میکنید اینجا؟ چکر میزنی؟ اونو پیادرت است؟ چی نام داره پیادر؟ شکور. شکور؟ ماشاءالله شکور. او کسی یک داره بری بندم. برین بخیر، برین با دویده خیزده بازی کرده. نوش جانته. هرچه بالاتر می رفتیم با دیدن دریاهایی که آب آن مثل برف سفید و مثل شیشه پاک بود روحیه ماجراجویانه مرا قدرتمندتر می ساخت و مرغزارهای سرسبزی که به خودی خود در تمام طول سال سرسبز هستند خستگیم را از بین می برد. دوستا بیژن یک موتر بسیار خوبش پیدا کرده، میخوایم که توسط موتر بریم بخیر با سفر خود همراه موتر ادامه بدیم. از این بابا دایی موتر میریم بیژن جان؟ از این بابا دایی موتر میریم. باش ما در دالش بسته کنیم بیاییم. در داله بسته کنیم. آمدیم بالاخره به یک جای رسیدیم که آبادی است. موتر اجاره کردیم. بخیر میریم طرف کتل. بیژن جان موترونی را یاد داری یا نه داود سیش دیگه پیش دیده؟ من دست بوکسر شدیم. حال دریوری را یاد داری یا نه؟ برو بخیر نه حرکت که بخیر. نه بعد میشه کارو صاف کنی. گیرش در کجاست بچه؟ گیرش در کجاست گیر؟ بسیار موتر محکم نیست. آینه شوید مثل زره واری است. زره است. زره است سلامت که زره بوده. زره بوده این موتر. معلوم بشه. اما قسم زره واری معلوم میشه دوستان. بشه سیتی رویش است. سیتی پیش رویش است. ای سیتی پیش رویش است. اگه صدای من نشنیدیم. برای بیرون. این زمینات آخرش در کجاست؟ خلق میشه. آخرش دیگه فقط همین کاری بالاتر میرگرد. او دوست مو هم بسیار. چقدر راه مانده تو؟ با موتور قراری نیست در قراری. خواه؟ سرک خواه جور است نه؟ ها سرک خراب نیست؟ نه سرک موتور نیست. دوست عزیز ما بالاخره به مسیر خود بسیار نزدیک شدیم و قسمی که شنیدین این هموطن ما گفتن که
نزدیک شدیم و اونجا ماهی حتما انشالله خواد گرفتیم وجود داره و میتونیم گرفته. نظر خودت چی است بیژن جان؟ آیا ماهی در دسترس خواد بود گرفته خواد دارستیم؟ دوستان میخواین بفهمن. تصمیم کردن از برای خودم یک ساعت ما ایران نظر پرسان کردیم. یه آدمی بسیار میمونیم بخیر محترم و ما برای خود ادامه میدیم در این مسیر تا به او کوی سیاه برفی رو ببینید. باید در اونجا برسیم. او قدرها نمانده، انشالله زود خواد رسیدیم دیگه. ما رو همراهی کنین بخیر که بریم برسیم. اینجا هم خانگکاست. بغل کوره که میبینین مال رمه است، گوسفند و بزاست. اینی مربوط به کسایی میشه که ایلاق آمدن و این خانگکا مربوط از ما میشه. مال و رمهشان در روزانه در اینجا میچرانند در کوه ها و شام که میشه برمیگردانند به خانگکایی که جور کردن برای مال و اونجا شاله نامش است. رفتیم تا در نهایت به دهانه آب 8 دره وغنان رسیدیم، جایی که دره به 2 کوتل منتهی می شود، کوتل زرد و کوتل شرشر. در این سفر قصد نداشتیم از این بالاتر برویم، برای همین از گلهای رنگارنگ و آبهای زیبا لذت می‌بردیم که با انبوهی از سمارق‌های کوهی روبرو شدیم. بیژن که خیلی خوشحال بود سمارق‌ها را میچید و من از شدت شادی داد میزدم که وای بیژن سمارق. یا سمارق بیژن به نظر چی است؟ بعد از آنکه سمارق‌ها را چیدیم و در کنار دریا برای ساعتی نشستیم، اندکی پایینتر به جایی رفتیم که سرسبزی آنجا واقعا مرا متعجب ساخته بود. کودکانی را دیدیم که گاوهای روستاییانشان را به چراگاه آورده بودند. وقتی آنها را دیدم نان خشک را در چای سرد تر میکنند و میخورند، از بیژن خواستم تا چند کلوچه از آنهایی که در راه برای خودمان گرفته بودیم به آنها بدهد. اینجا شما چی میکنید بچه‌ها؟ یعنی شما گاو میچرانید؟ گاوا از خودتان است؟ از قومی است؟ باز شما نوبت رسیدید؟ امروز شما با سبا دیگه کسی هستید؟ نان امروز چی میخورین بخیر؟ نان و چای خالی؟ بورام نداره؟ وقتی داشتیم آماده میشدیم تا سمارق‌ها را پخته کنیم، متوجه شدیم که گوگرد با خود نیاوردیم. گوگرد نداریم. به می خاطر ما تصمیم گرفتم با ضربینی که در قسمت انتهایی برق دستی ما بود آتش روشن کنم، تا ای که بعد از گذشت تقریبا 2 ساعت موفق شدم آتش روشن کنم و در نهایت بیژن با آشپزی خود ادامه داد و سمارق‌ها را برای نان چاشت پخته کرد. بعد از نوشیجان کردن سمارق دیدم که حیوانی تقریبا سرخ رنگ در میان سنگ ها و سبزه ها به ما نگاه می کند. نام آن حیوان را نمیدانم، اما بیژن میگوید محلی ها آن را وندک میگویند.
خواستیم تا به خانه های ییلاق بریم و ببینیم که آنجا چه خبر است. متوجه شدیم که هیچ کس تا هنوز آنجا نیامده و به نظر می رسید هنوز زمان رفتن به ییلاق فرا نرسیده باشد. ما داخل خانه های ییلاق رفتم تا ببینم که داخل آنها چه خبر است. ما یک ذره می ترسم، واقعا بسیار خطرناکه. سقفش که می بینید همراه چوبای بسیار نازک ساخته شده. اینجا خانه که مردم که در ییلاق میان غذاهایشان در داخل خانه همراه خود نگاه میکنن. در داخل خانه خود دیگدان هم دارن. پس از آن که از خانه ییلاقی بیرون آمدم با گیاه آشنایی روبرو شدم. سیچوک به نظر شبیه باغهای دست نشانده می رسید، از بس که منظم و زیاد بود. ببینید چقدر زیاد است اینجا. ما بخی در باغش آمدیم. در باغ سیچ آمدیم. باغ سیچ اینجا بالا را سیل کنه. بیخی میگی کدام نفر شانده باشه. چقدر زیاد است. در بین سیچا خو کنی گم میشی. و در آخر ماهی گرفتیم. چون شب شده بود ما هم تصمیم نداشتیم شب را در آن هوای سرد بگذرانیم تا بیمار شویم. سوار بر موتورسایکل خود به خانه برگشتیم. دوستای عزیز سلام. بالاخره بیژن جان موفق شد که ماهی بگیره و این ماهی ها را در داخل آب انداخته باش ببینیم که چه قسم است. ماهی دریای سرد. دستاتو میگیرم شهرام، هر جا بری تا آخر راه. ما با هم میسازیم دنیا، یه روز خود با یه دل شاد. رفاقتی که ما داری مثل طلا میدرخشه همیشه، هیچ نیازی به نشونه نیست، قلبامون به هم وصل میشه. تو هر سختی کنارتم شهرام، با هم تاب میاریم هر طوفان، غم و شادی با تو تقسیم، تا دنیا میچرخه این پیمان. هیچ وقت تنها نمیمونی، با هم میرویم راه دور، زندگیمون مثل یه افسانه، خاطره هایی که هستش به نور. رفاقتی که ما داری مثل طلا میدرخشه همیشه، هیچ نیازی